اولا بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خداوند متعال. باعث افتخار هست که در خدمت مجموعه پر افتخار و پر تلاش آرگون نورد هستیم. سعادتی هست هم برای بنده به عنوان سرپرست این بازدید از دانشگاه تهران که خب با هماهنگی و همکاری انجمن علمی سازه‌های فولادی ایران داره برگزار میشه و همچنین دانشجویان علاقه‌مند و پرتلاشی که امروز حاضر شدن. از این تقدیم تشکر از آقای دکتر ریاحی، از آقای سهامدار، آقای هیئت مدیره و مالک اینجا آقای مهندس یزدان، من سوی تقدیم تشکر میکنم و دوستان عزیزم همینطور. ما هدفمون با آقای ریاحی اینه که معنای واقعی نزدیک کنیم صنعت و دانشگاه رو با هم و اولین گام عملیاتی که برخواهیم داشت هم علاوه بر اون مطالب شیرینی که شما بیان کردن در تفاهم‌نامه و سمپوزیوم و سمینارها و این چیزا، ما از توانمندی دانشجویان عزیز استفاده کنیم در کارهایی. حالا الان از بین اون همه دانشگاهی، از بین اون همه نفر و فلان و فلان، شما حالا یا با انتخاب خودتون یا هر چیزی که اتفاق افتاده اینجا نشستید. اگر میخواید استفاده بکنید الان بعد استفاده بکنید. این که شما اینا رو بگید خب من میام بله مثلا چه حرفای خوبی بود، بعد شما خداحافظ ما خداحافظ، هیچ چیزی اتفاقی بین ما و شما نمیفته. دوباره ما اینجاییم که ما اتفاق بیفته. بین خودتون یه گروهی تشکیل بدید، گروه ایده پردازی خودتون، بین خودتون جایزه بذارید، ما حامی اون جایزه این فلانی فلان. پس اینا رو اینجا میتونیم انجام بدیم تا اینکه بذاریم بگذره ازش. دانشجویان داخل دانشگاه فقط بحث تئوری رو میبینن، یعنی هیچ کس هیچ درکی از اون تیری که داره حلش میکنه حسابش میکنه نداره و صرفا میاد تو کارخونه، تو محل انجامی که محلی که پروژه داره انجام میشه تازه متوجه میشه که آقا من این که خوندم به چه دردی میخوره، کجا میتونستیم استفاده کنیم. واقعا اگر بتونیم این خلأ ارتباط با صنعت رو پر بکنیم، صنعتگران بهتری میتونیم وارد این عرصه بکنیم. الان مشکل اصلی کشور ما این شده که مهندسان خوب ما بلند میشن میرن چون موقعیت خوبی ندارن. چرا؟ چون دانشجو داخل دانشگاه صنعت رو پشت خودش نمیبینه. اینجوریه که خب من الان بهترین دانشگاه شدم، خب بعدش قراره من چیکار کنم؟ کدوم صنعتی پشت منه؟ کی هستش؟ هیچکی نیستش. خب بس میرم یه کشوری که موقعیت بهتری بذارم جلوی. سر همینه که الان مهندسین خوبمون دارن میرن و ما تا 10 سال آینده صنعتمون ضربه میخوره و رشدمون قطعا میخواد رو به کاهش بره. اگر بتونیم از همین الان پیشگیری کنیم چنین موضوعی رو، واقعا میتونیم حداقل تا 10 سال دیگه به جای اینکه نزول داشته باشیم تو این عرصه یه صعود جدی داشته باشیم. ما این خلأ دانشگاه و صنعتی که همینجا گفتش، یکی از اساتید بودیم صحبت می‌کردیم، میگفتیم خلأ از همون اول شروع شد. یعنی دوره رضاخان بود، برگشتن گفتن دانشگاه چه، یونیورسیته چیه؟ گفتن این همین چیزی تو خارج داره اجرا میشه، یعنی به تقلید از خارج تو ایران اجرا شد. اما چیزی که تو خارج مثلا توی انگلستان گفتن برگزار میشه، اول از صنعت میبینن چه نیازهایی دارن، این نیازها ابلاغ میشه به دانشگاه چه رشته با یه درس جدید حتی برگزار میکنه. این رشته‌ای هست که 2 یا 3 سال برگزار میشه، دانشجو میاد درس میکنه، بعد یه رشته چون نیازی دیگه نداره تموم میشه. ولی این بحث تو ایران وجود نداره. رشته ها مثلا 80 سال 90 سال همونه، مباحث همونه. از جاده براتون ایران داره که شاید من تشکر کنیم از حمایتی که داشتن و حتی تبلیغ بازدید امروز رو در گروه کانال تلگرامی انجمن سازمان که الان بیش از 7000 عضو داره اطلاع رسانی شد و هر شود که خب یک از بدنه‌های علمیه دیگه. اون ذهن ایده پرداز و دغدغه‌مند جوان‌ها هستش که میتونه کمک کنه که مشکلات برطرف بشه و خب یه پیشرفت عظیمی که بحث اقتصادی همراه با اینکه اون کیفیت حفظ بشه، اون صنعت پیشرفت بکنه رو فکر کنم فقط از ذهن دغدغه‌مند بچه‌ها این اتفاق بیفته. به لطف دکتر قیامی با بازدیدهایی که رفتیم، با همایش‌هایی که برگزار شد، من به عنوان یک دانشجو دیدم کاملا فرق کرد، یعنی دید خیلی مثبت‌تری به صنعت کشورم پیدا کردم و امید بیشتری پیدا کردم که بتونم
بعد از فارغ التحصیلی برای کشورم کار کنم. امیدوارم که انشالله بزرگوارانی که تو صنعت هستن بتونن ریسک کنن. به نظر من این کار درسته، یعنی که ما هنوز بعد از چندین سال بالاخره دمپر ویسکوز به ساختمونامون نداریم. تنها دلیلش هم تولید کننده ها هستن بلا شک و قدرت ریسک رو ندارن، چون که فکر میکنن بازار متقاضی نداره برای اینها، در صورتی که بالاخره کارفرماهایی داریم که بالاخره متوجه باشن عمران به چه صورت حالا سایر موارد. این تنها جمله بود که میتونستم خدمتتون عرض کنم. محبت داریم، محبت. یعنی سپاسگزاریم، تشکر.